نویره پیغمبر بوشید ادهان یکن ده حلقی مادرت ده حلقش ای فاسقی بادزبان، این چی بеадабиву бетарбияги است نسبتی پايومبари خودо саллаллоҳу алайҳи و آلیҳi و سلم و نسبتی نبерааш. از الله بترس. این گونه سخن‌های قبеҳ از اخلاق مسلمان نیست. این چی خباساتу و رزالت است که وقتی دشnom meknӣ اسمی گرامی پايومبари خودо را گرفته مثال آورده دشnom meknӣ. ای حرام، حتی بدان به مقدسات ما مسلمانان زبان درازی نکن که الله تعالی در دنیا و آخرت رسواد میکنه. تو با حقارت و دشنام‌هایت کی بودن تا در جامعه آشکار کردی. در روایت بخاری و مسلم آمده است که پايومبари خودо درود خداوند بر او باد فرمودند دشنام دادن مسلمان فسق یعنی گناهی بزرگ است و جنگیدن با او کفر یعنی کفرانی عملی میباشد. و باز فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. تو باشی دشنام میکنی باز با تمامی وقاحت و بی‌تمیزی نام پیامبر گرفته مثال آورده دشنام میکنی. ای پس دی فرومایه مواظب زبانی پلیدت باش.